با درود به هم میهنان و فرزندان دلیر آریابوم در درون و برون میهن، کژدم هستم در خدمت شما با گفتگویی دیگر. گفتگوی امروز ادامه گفتگوی پیشین در رابطه با فساد سیاسی در تشکل تندر است. اما پیش از آن که به فایل های صوتی گوش کنیم، میخواستم مسائل رو مطرح کنم. آقای شارمهد اکنون 6 سال است که بر تخت سلطنت نشسته و ظاهرا به جز تعدادی انگشت شمار نتوانسته است افراد بیشتری رو دور خودش جمع کنه. من از خودم شروع میکنم و از خودمان شروع میکنم. هواداران استاد فرود فولادوند و مؤمنین به برقراری آیین ریشه‌ای که متاسفانه تاکنون در از این 6 سال هیچ کاری نتوانستند بکنند. شاید این آغازی باشد برای گروه‌های دیگر که به خود فکر کنند ببینن آنها چرا نتوانستند. من مطمئن هستم که مشکل آنها نیز مثل مشکل ماست. شاید گفته بشه که خب اگر آقای شارمهد نتونسته کاری بکنه، بقیه هواداران استاد فرود فولادوند چه کار کردن؟ من میگم وضعیت اونها بهتر از آقای شارمهد و تشکل تندر نبوده، شاید بدتر هم بوده. همه اونهایی که دور استاد مثل پروانه جمع شده بودن، بعد از رفتن شمع در تاریکی موندن و هیچ زنی و هیچ مردی فرهیخته از میان آنها برنخواست تا درفش را بردارد و شمع را روشن کند. آماری که به من دادن، در اون دوره حدود 500,000 نفر پروانه در دور استاد پرواز میکرد. از این 500,000 نفر فقط 3 تن برخاستن، اما این 3 تن برخاستنشان آنچنان برخاستنی است. یکی از اونها خانم روزیتا منطقی است و دلیل برخاستنش این است که چون در خیمه استاد در لندن بوده است، پس امامت به ایشان میرسد. دیگری آقای هوشنگ رادخوست که با تازه آشنایان چنین میگوید: من از پیراهن استاد به او نزدیکتر بودم. و بعد از مدتی میگوید که آیین ریشه‌ای یک رمان است و من رویاهای استاد فرود فولادوند را بازی نمی کنم. من رویاهای خودم را دارم. ایشان رمان دیگری نوشتن به اسم مانیفست انجمن پادشاهی ایران که این رو صراحتا میتونم بگم تحت فشارهای شخص خود من این مانیفست در عرض 2-3 روز سرهم بندی شد و بیش از 10 غلط املایی داشت و وقتی هم بهشون انتقاد کردیم ایشان برآشفته شدن و از روی غرور که خودشون رو رهبر انجمن پادشاهی ایران میدونن اون غلط ها رو اصلاح نکرده. در درک والای ایشان از مسائل سیاسی باید بگم که آقای رادخو خودشون رو رهبر انجمن پادشاهی ایران میدونن. عزیز من، انجمن پادشاهی رهبر ندارد. انجمن پادشاهی ایران انجمن پادشاهی ایران است، یعنی انجمن است، یعنی اینجا امام و نمیدونم پیغمبر اینا نداریم، انجمن. از مسائل دیگری که در رابطه با ایشان میشه مطرح کرد همون مانیفستشون هست که در این مانیفست به خاطر اینکه نه از روی تفکر بلکه از روی تعجیل بسیار شدید نوشته شده، از 11 ارتش در سرتاسر ایران سخن می رود. 10 ارتش قومی و 1 ارتش سراسری. در واقع همه مردم ما ارتشی خواهند شد، همه جای ایران پادگان و در کشتزارها سرنیزه خواهیم کاشت. چنین اندیشه‌ای تنها نشانی اسهال قلم است، قلمی که مانند مورچه بدون اندیشه بر روی کاغذ می‌دود و رد پا می‌گذارد. اما موجود سوم آقای شارمهد است و آقای شارمهد پای به میدان گذاشت. این رو یاران نزدیک استاد فرود فولادوند با اینکه از ایشون دل خوشی هم ندارن تایید میکنن. بعضی‌ها هم که به اصطلاح با ایشان هستن این رو تایید میکنن. اما ناتوانی‌های آقای شارمهد همه رو به گلایه واداشت. کسی از روزیتا منطقی یا آقای هوشنگ رادخو انتظاری نداشت. بیشتر انتظار آنها از تشکل تندر یا در آن زمان رادیو تندر یا تندر.org بود، ولی متاسفانه ایشان هم نتوانستن کاری بکنن. ولی باز هم کسی آستین بالا نزد، همه فقط نق و نال کردن. این تنها وضعیتی نیستش که جنبش هواداران استاد فرود فولادوند دچار اون شده. تمامی گروه‌های دیگه هم یه همچین وضعیتی دارن، تنها به یک دلیل: همه اونهایی که به عنوان هواداران مطرح هستن اینها هیچ وقت نخواستن به عمق برن، همیشه در سطح موندن و همیشه شیعه موندن. یا شیعه سید رضا دیبا هستن، یا شیعیان شارمهد، یا شیعیان رادخو، یا شیعیان روزیتا منطقی، یا شیعیان نمیدانم آقای حکمتیستا. در واقع هیچ کدام از اینها تولید کننده اندیشه نبودن، وگرنه خود شمعی بودن. هیچ وقت نخواستن کاری بکنن، همه چی رو به سادگی برگزار کردن و تنها چیزی که به جنبش عرضه داشتن رگهای گردن باد کرده بود، متعصب مثل شیعه علی. و اگر نگاه بکنید همگی از یک آبشخور بسیار
شبیه به هم آب میخورند. سید رضا دیبا نان پدرش را میخورد. طرفداران روزیتا منطقی به خاطر خیمه و در خیمه بودن ایشان دنبال ایشان هستند. طرفداران آقای رادخو به خاطر اینکه ایشان نزدیکتر از پیراهن بودند. طرفداران آقای شارمه به خاطر اینکه استاد ایشان را مسح کرده. این در واقع نوعی از موالیگری است، تشیع، ولی در لباسی دیگر. و تا زمانی که این وضعیت ادامه پیدا کنه، نه تنها جنبش به جایی نخواهد رسید، نه تنها تولید اندیشه نخواهد شد، نه تنها هیچ کس نخواهد خواست که به عمق برود. خب آیا فکر نمی کنید که ما بایستی یه تکونی بخوریم، یه حرکتی بکنیم، یه کاری بکنیم، به اطرافمون نگاه کنیم، به خودمون بگیم اگر در عرض 6 سال بعد از رفتن استاد ما به جایی نرسیده ایم با این وضعیت کنونی، دیگر چه امیدی هست به جایی برسیم؟ بعد از اینکه من ویدیوی اول رو در این رابطه منتشر کردم، یکی از یاران با من تماس گرفت، گفت بسیار ناامید شدم و خیلی ناراحت هستم و شما کار بسیار بدی کردید. من گفتم چرا کار بدی کردم؟ مگر شما منتقدین نبودید؟ مگر شما نمیگفتید آقای شارمه به درد نمیخوره؟ اون موقع آستین بالا نزد، کاری نکرد. من تلاش کردم کاری بکنم، خفه شدم، اومدم بیرون داد زدم. الان میگید چرا داد میزنی؟ این شما هر کاری بکنید اینا یه حرفی دارن بزنن. حالا میخواین چیکار کنید؟ ایشون گفتن ما میخواهیم همونطوری وفادار به استاد فرود فولادوند بمانید تا زیر پایتان علف سبز شود. کدام وفاداری؟ استاد وفادار لازم نداشت. استاد آدمی میخواست که بیاد کار کنه. کار کردن فقط اینطوری نیستش که بیان فقط هواداری کنن و شیعه باشن و زنجیزنی و نوحک‌خوانی و مثل همون دوره اول استاد که باز من شنیدم، من ندیدم اینا رو، که وقتی استاد وارد اتاق میشد آقای رادخو و همسرشون بر سر و سینه میزدند و گریه میکردند و ای وای حسین، ای وای حسین. اینطوری بوده، الان هم اینطوریه. استاد هیچ وقت هوادار نخواسته. استاد خواسته خردگرا تربیت کنه. اگر تازی‌نامه رو بازگشایی کرده، بر اساس خرد بازگشایی کرده و شما بایستی شیوه کار ایشون رو یاد میگرفتید، نه اینکه فقط تازی‌نامه رو یاد بگیرید که چی هست. بعد میدیدید که این چی کار داره میکنه. اون اکسیری که دستشه اون خرده. ما نداشتیم گویا. من نمیگم من خردگرا هستم، ولی تا حالا نداشتیم. حداقل میخوام بگم که آقا بیاد ببینیم این خرد چی هست بالاخره. تربچه است، توپ فوتبال، شیشلیک چیه این؟ خب یکی از مسائل که آقای شارمه باش روبرو بودن و همیشه این رو به من میگفتن و هواداراشون هم این رو مطرح میکنن، میگن که ایشون از طرف 2 شخص دیگر و شیعیان آنها مورد تهاجم شدید بودن و علیهشون لجن پراکنی میشد. الان شما توی این فایل های صوتی خواهید دید دقیقاً همون کاری رو که با ایشون شده با من انجام میدن. البته با هم دیگه 2 تایی حرف میزدیم، نه، در جمع لجن پراکنی میکنن و وقتی که من ازشون میخوام که نه اینطوری برخورد نکنید، درست نیست و اینطوری بوده قضیه، عقب نشینی میکنن. ولی به هر حال سعی میکنن که از هر نظر، از هر جایی که لازم هست به اصطلاح فقط لجن پراکنی کنن و هیچ چیزی در چنته ندارن. حتی هواداراشون هم که در اون جلسه هستن، به غیر از این که بگن این رو استاد انتخاب کرده و مورد اعتماد استاد بوده، خودشون هم میدونن یعنی شیعه گریه اینا به درد نمیخوره. حضرت علی بوده و محمد دستشو بلند کرده و گفته فمن کنت مولاه علی مولا. این داستانش اینطوریه، به غیر از این هیچی ندارن و فقط های گردن دارن که باد میکنه و دلیل منطقی هم نیست، حتی از طرف خود ایشون هم نیست و یا لجن پراکنیه یا اینکه میگه ما خوب میکنیم این کارو میکنیم. خب حالا بریم بشنویم فایل های صوتی رو که بعد از اون هم باز دوباره صحبت خواهم کرد، البته در رابطه با اون فایل های صوتی. غیر قانونی نگفتم من، مسئله غیر قانونی بودنش نیست، مسئله اینه که اسم انجمن پادشاهی به عنوان اخاذ مطرح میشه، نه به عنوان نمیدونم فرض کنیم مبارزه مسلحانه. مطرح بشه. خیلی خوب آقا، مطرح بشه، قبول، مطرح بشه، بذار. خیلی خوب، شما قصه اونو نخور، بذار ما کارمونو بکنیم، بذار ما پیروز بشیم. آره مراد به دست بگیرین با کارگروه‌های حقوقیتون، با همه چیز به این مسائل دیگه بکنیم، بگیم اون پدر سوخته بود همه کارا رو همون کرد و ما خیلی بچهای خوب و شیک و ترتمیز هستیم، لباسای شسته و آر کشیده و اتو کشیده ما میایم اونجا و بعد امور به دست میاریم. تو اینجوری نه، اینجوری خوب نیست. برای اینکه من به شما گفتم همون اولش، همون روزی که شما دنبال تخت طلا بودین، الان پرسیدین شما انتظارتون چیه؟ من گفتم اگر این انجمن راه بیفته من دیگه میرم جایی که عرب نینداخت، یعنی خیالم تخت میشه،
اصلا جدا میشم. شما دیگه انگار نه انگار که اصلا کژدمی وجود داشته. بعد شما گفتین که حتی شما نمیخوای مثلا یه مرکزی باشه شما به تحقیقات و فلان نه علاقه دارید برید اونجا. گفتم نه، من نمیخوام وزیر بشم، نمیخوام وکیل بشم، نمیخوام رهبر بشم، نمیخوام لیدر بشم. من میخواستم مهندسی بکنم. شما میگید نه آقا ما مهندسی کردیم، پروتکلش هم داریم، اینطوریه، همینجوری میریم جلو. شما هم به اصطلاح فکلی هستین و نمیدونم شیک پوش هستین. نه آقا اینطوری نیستش. من نه شیک پوشم، نه فکلی ام، نه دنبال قدرتم، نه دنبال تخت طلا. این مسائلی بود که با همدیگه صحبت کردیم. شما حداقلش به قول معروف شاهد خداییش هستین که شما از من سوال کردین، منم گفتم خیلی خوب. پس این انگار رو به من نچسبونین که بگین تو دنبال مثلا ما میریم کارا رو درست میکنیم، تو فکلی بیا بشین سر اونجا و مثلا بری وزیر وکیل بشی. من آهنگ به شما نمیچسبونم. من آهنگ رو میچسبونم که حدود 3 سال پیش ما یه جریانی داشتیم به نام ماسماتوس و همینطور پیش آمد بدون اینکه خودش رو معرفی بکنه، وبسایتی رو زد و کارهای مختلفی انجام داد، اومد جلو، منتها با یه هدف دیگه ای اومد. ایشون برای چی اومده بودن؟ هدف مهندسی با هدف خدمت و اینجور جریان نیومده بود. برای تخریب اومده بود جلو، برای کنترل اومده بود جلو و یه همچین احساسی هم من نسبتش رو به شما داشتم. از اولش هم نسبت به شما داشتم، الانم دارم و الانم بعد از این کارهای مهندسی یعنی کنترل. مهندسی یعنی کنترل. وقتی من به شما میگم که شما حق اخاذی نداری یعنی کنترل. برای نفوذ و اخته کردن انجمن پادشاهی اومده بود. بابا این جریان اخته است. کجاش اخته نیست؟ اخته هست. اجازه بدید من دقیقاً در اینجا جواب آقای جمشید دارم بدم. حالا سخنان رو به پایان برسونید برای اینکه مرتضی نه من صحبتی هم میخواستم بیام بانو دردانه میخواد بیاد فقط همین. بانو دردانه بفهمید جمشید داشتی میگفتی ما هم گوش داریم میگیم. بفهمید صحبتی از موزه در کار نبود. موزه سر جاشه، کسی هم به موزه کاری نداره. صحبت از موزه بود، اینو انکار نکنین. شما گفتین که غنیمت جنگی هم هست. دارم بهت میگم ولی موزه‌ای در کار نبود. نمیدونم در چه کنتکستی شما این حرف. کانتکست این بود، صحبت کردیم که شما میخواید این بچه ها رو پولشون رو که شما بهشون وعده میدید اگه بیایید با ما کار کنید. بحثم از اینجا شروع شده بود که کومله به بچه هاش پول میده برای اینکه ماهانه 350,000 دلار از طرف حکومت خودمختار کردستان عراق بهشون داده میشه و این پول رو جمهوری اسلامی به اونا میده که به اینا بدن، که اونها هم میگن که این پول رو جمهوری اسلامی میده که ما ساکت بشینیم، بچه های خوبی باشیم. ما هم باید با بچه‌هامون اینطوری باشیم. جمهوری اسلامی هم اینطوری، به اصطلاح محمد هم سپاهش اینطوری کرد و نمیدونم همشون دزد و فلان اینا بودن که مردم جمع شدن. ببخشید کجدم گرم، این حالا این نمیدونم خیلی واسه همین میگیم که نباید هر کسی اهداف تعیین کنه دیگه. این همون جریان روزبهان خراسانی و نقابداران هستش. این درسته، ولی اینجوری نه که شما میگید که فساد رو نهادینه بکنن. موضوع اینجاست. حالا جنبه‌ای میگفتم که نکنم مثلا استاد یه چیزی گفته بله نقاب بزنید و بعد برید مثلا اونا هم بودن و حالا کاری نداریم راجع به اون میشه صحبت کرد. سخنان استاد رو گذاشت و دقیقا گوش داد ببینیم منظورش از چی بوده. حالا راجع به میشه بحث کرد. بپردازیم می‌خواستم ببینید شما مسئله رو آیا آتش ببین مسئله قاطی شد. ایشون با هم صحبت می‌کردیم در رابطه با این که بچه‌ها حقوقشون از کجا می‌خوای بدی. شما اگر 1,000,000 نفر بیان ساعتی قرار باشه بهشون پول بدی، شما باید 10 سال نفت بفروشی که حقوق و مزایای به اصطلاح عقب افتاده این آدما رو بدی که بیان دنبال تو راه بیفتن. بعد ایشون گفتن خب این که مسئله نیستش که موقعی که بل بشون میشه مثلا میریم به اصطلاح موزه ها رو میزن. بعد این رو اون موقع گفتم و بعد الان من میبینم که مثلا الان که نه، بعد هایی که بشه رفت و زد و بعد به بچه هایی که با انجمن بودن جنگیدن و فلان اینا به بازمانده هاشون از این پولا داد. بعد اونجا من گفتم که این درست نیست، که این کشور خودته، از کشور خودت که نمیتونی غنیمت بگیری. این بحث ما داشتیم. شما میتونی با ترکای تو عثمانی به جنگی ازشون غنیمت بگیری. بله بفرمایید 1 ساعت بفرمایید. حضور شما بگم کسانی که تا به امروز کنار جمشید کار
وقتشون و کارشون و همه چیزشون رو گذاشتم در کف اخلاص برای مبارزه و تا الانم پیش رفتم و یه همچین صحبت‌هایی فقط میشه گفت همونطور که گفتم بی پایه و اساس فقط برای تخریبه و هیچ نتیجه‌ای هم نمیگیره و اگر شما نمونه کسایی که کنار جمشید هستن الان نگاه کنید ببینید همه مثل خود او کسایی هستن که از همه چیزشون گذاشتن و این صحبتو که میکنید برای من تازگی داره از این همچین صحبت. من به شما خانم دردانه بگم که مثل جانبازی و فلان اینا دلیل بر حقانیت نیستش هیچ وقت. شما بچه‌های 14 ساله حزب نازی رو ببینید که در مقابل آمریکایی‌ها تا آخرین گلوله‌شون شلیک کردن، ولی این ثابت نمی‌کنه که نازیسم بس خیلی خیلی چیز خوبی بوده برای اینکه بچه‌های خیلی فداکاری داشته، یا اینکه حزب اللهی‌ها اوایل انقلاب از همه چیزشون میگذشتن میرفتن روی مین. این یعنی حقانیت خمینی نیست. شما آدم زیرکی هستید و شوربختانه شمشیرتون کشیدید برای تخریب فساد. نه فساد. من میگم این اصلاح بشه. من سرباز شما این فساد رو اصلاح بکنید، من سرباز شما. صحبت میکنید که اسمشو نمیارید، از جایی صحبت میکنید که اسمشو نمیارید، همه چیز گنگه. چی گنگه؟ من از خودش میگم. ایشون میگه که من این دستور رو دادم. یعنی در حقیقت میخواید یه جوری وادار بکنید جمشیدو که آقا چون من شما میگی بچهای انجمن از درون میهن بیا اسامی اینا رو به من بده. من کی گفتم؟ من کی اینو گفتم؟ من کی گفتم اسم اون بچه‌ها رو بدین؟ بله بفرمایید. مسائل اساسی که خود آقای جمشید که شما شاهدش بودی اینا رو گفتن دیگه، تاکید کردن. این مسائل بوده. شما جواب اجازه بدید شما جواب میدید. اگر بفرمایید ادامه بدید. اگر در مورد اینکه در ایران چه واکنشی نشون بدن بچهای ایران تو محلات بارهایشون در موارد مختلف صحبت کرده، نه اینکه حالا برن یه پرونده نمیدونم طلاق یه نفر رو بگیرن برن سراغ یه خانمی حالا برن بشن وکیل مدافعش، نه اینی که اگر اون کسی که توی دادگستریه، اگر کسی که وکیله، اگر کسی که نمیدونم برادر یک زنیه که الان در یک چنین شرایطی قرار گرفته و اونو پشتیبانی نمیکنه یا پدرشه، شنونده بسیار گسترده است. اون نیست که شما بگین حالا چجوری میخواد، یعنی میخواد اسلحه بذاره رو سر یه نفر بگین باید برید طلاق اینو بدید. نه اصلا این گونه نیست. ایشون میگن این گونه است. اون طیفی که شنونده صحبتایشون هستن در جاهای مختلف میشنون و میتونن نقش مثبت داشته باشن، نقش پشتیبانی کننده داشته باشن. کمون که توی محلات حالا اسمن نمیره یه جوانی رو بگه آره تو بیا این کارو بکن، ولی جوانی که اونجا سری میشنوه میدونه که تو محل مثلا باید چجوری حالا کنترل رو به دست بگیره، چه کار بکنه و چه کار نکنه. یعنی بسیار از این سریعتر و روشنتر هم نمیتونه با بچهای داخل صحبت بکنه. برای چی؟ برای اینکه همونجور که دیگران میشنون، خب رژیم هم میشنوه، سازمان اطلاعات هم میشنوه. ایشون بسیار زیرکانه صحبتاشون میکنه در اون جایی که بتونه از یک خط رادیویی استفاده بکنه. حرفاشون هم کاملا منطقیه و اگر هر حرفی که میزنن دلیل منطقی براش وجود داره. حالا اگر میگم شما شمشیرتون رو از رو بستین و میخواین از اون زیرکیتون بر علیه به اصطلاح کسایی که واقعا دارن تلاش میکنن استفاده بکنید، من صحبتم تمامه و این نظر منه. حالا شما خودتون میدونید هر کاری دوست دارید میتونید بکنید، ولی نتیجه ای رو جمشید شما پاسخ میخوای بدید؟ من میخوام فقط چیز نشه به هم نخوره. جریان موزه اصلا موزه مطرح نبود. جریان بله تهیه بودجه مالی که وظیفه اصلی ماست. تهیه بودجه مالی. بابا این بودجه نبود که آخه. این بودجه نبود که. این در رابطه با بعد از اینکه انقلاب تموم شده. آینده بله دقیقاً این مسئله رو من گفتم، روی خطم اعلام کردم، بحثشم کردم. اصلا مسئله این نیست که من نمیدونم یواشکی ما بخوایم این کار انجام بدیم. چی گفتی شما روی خط؟ روی خط گفتم باید صرف بکنه به انجمن پادشاهی بپیوندیم و کسانی که الان برای میهنشون جنگ میکنن باید برایشون صرف کنه. مسلمه. چه جوری صرف کنه؟ صرف بکنه برای اینکه آیندهش هم تامین باشه. آیندهش اون دفعه من یادم هستش که
نیلوفر سپید گفتش که همینقدر که آیین ریشه‌ای برقرار بشه آینده همه تضمینه. اونایی که مبارزه میکنن برای میهنشون، برای پول که مبارزه نمیکنن، اونا مبارزه میکنن داوطلبانه است. مبارزه یه چیز داوطلبانه است، مزدوری که نیست. به الا میشه حماس و جریان حزب الله لبنان و حقوق بگیر و فلان اینا. داستان اینطوری نیستش که خیلی خب وقتی داوطلبانه است. حتی من از شما پرسیدم که این حرفو میزنید شما خودت تا حالا پولی گرفتی؟ گفتی نه، هرچی هم داشتیم از دست دادیم. منم به شما عین همین جمله رو گفتم پس این مزخرف چیه به بچه‌ها میگی؟ یادتون هست؟ این مزخرف اولا نیست، کاملا چیز حساب شده. کاری ندارم اون جمله رو من به شما گفتم اون موقع یا نه؟ آره گفتی. خیلی خوب. یعنی من معتقد نبودم دیگه به این حرف درسته. برای اینکه جریان شرایطی که جمهوری اسلامی ایجاد میکنه صرف داره با جمهوری اسلامی بری اگه دنبال پول هستی. درسته؟ اونا پول دارن، پول تقسیم میکنن، سپاهشون پرداخت میکنن، همه میکنن. بله. در مقابلش پامدان درست میکنیم و جریان رو برگردونیم. درست همون کاریه که تمامه که نیروهایی که تا حالا پیروز شدن انجام دادن. بنابراین خیلی روشن و روشن هم گفتیم آقا جون اگر به انجمن پادشاهی بپیوندید در لحظه کنونی و برای میهنتون هم بجنگید، کلا سرتون نمیره. آخر سر کشته های بدبخت فراموش شده نخواهید بود. این مسیج ماست، این پیام ماست به تمام مبارزین. به مجاهدین نپیوندین، به ما بپیوندین. هم این دنیا رو دارید، هم آخرت. این یعنی داستان هم محمده دیگه. داستان محمده. بله داستان محمد. خیلی خوب. داستان خراسانی، داستان بابک خرمدینه، داستان همه این جریانایی که جدی حضور داشتن. نه اگر صحبتی اگه نه بانو دردانه نمیدونم گفتن، من دیگه صحبتی ندارم از طرف ایشون. مثل که ختم شده این مسئله. شما داشتید صحبت میکردید، اگر ادامه میخواید بدید ادامه بدید. میخوایم نظرات دیگران رو بدونیم اون وقت اگر صحبت کردن. نه بذار خب حرف آخر من بزنم بله بفرمایید. وقتی بی خودی گرفته نشه بیشترم صحبت برای من بی خودی نیست. من هم هر چی باشه من هم عمرم رو گذاشتم سر این مسئله. حالا تو این جلسه بیشتر به خاطر آتش بود و نه کسی دیگه، به خاطر خود آقای کجدم. نه به خاطر انجمن باید می بود، به خاطر انجمن پادشاهی باید می بود. به خاطر آتش چیه دیگه؟ نه برای آتش نه انجمن هم نبود، برای اینکه برای انجمن کاملا مشخصه. تمام این مطالب رو ما قبلا با نیلوفر سپید گفتم، با دردن گفتم، با کسای دیگه. اونا هم جریانات مطالبی رو گفتی شما. مطالبی نبود بگی. حالا اجازه هست من صحبت بکنم یا اجازه نیست؟ البته من با کشتم صحبت کردم، همشو گفتم برای اینا. صندلی طلا گفتم آقا من بعد از آزادی میخوام رو صندلی طلا بشینم. حالا صندلی طلا باید نکته عقیق داشته باشه با فیروزه. این دو تا رنگو من دوست دارم. حالا منم با کجدم، من حرفای کجدم هم شنیدم، من حرفای خودمو دارم. نه بذار که حرف دیگر رو من رو که روشن به کجدم بگم آقا جون باش بفرمایید. بفرمایید. گفتم که بفرمایید صحبتاتون رو بکنید. بفرمایید. این داستانایی که شما میگید اینا مسائل شما نیست. بری بالا بیای پایین، مسائل شما نیست. سر این مسائل کارهایی که نه کسی انجام داده، نه کسی نخواسته انجام بده، اصلا در صحنه ایران بحث نیست سر این مسائل. صحبت بر سر زدن رژیم، صحبت بر سر تهیه بودجه، صحبت بر سر وظیفه اصلی ما در اینجا اینه که رسانه رو راه بندازیم، بودجه تهیه بکنیم، حق عضویت بگیریم. شما که در تمام طول این مدت 3 سال 10 شایی هم توی این ماجرا اینوست نکردی، پولی هم پرداخت نکردی، بیشتر نشستی تحلیل بکنی، بیشتر دنبال این ماجرا بودی که روابط رو به دست بیاری. کسی که روابط افقی رو برقرار میکنه برای من یه مقدار حساس، خیلی سنسیتیو هستم روی این ماجرا و روی همین حسابم در تمام مدتی که شما حالا دارم رو روشن بگم، در تمام مدت که ما با هم دیگه رابطه داشتیم اعتماد من نداشتم. زمانی رسید که دیگه حد نهایتش بود، من با شما رجوع کردم، گفتم آقا شما باید مشخصات و جریانات و همه تو بدی
وگرنه کار ما اینجا تموم میشه. با فشار و آه و ناله و حالا من نصفش الان میگم و نصفش بعدم میگم و ما پرسشنامه فرستادیم، پرسشنامه رو نیمه کاره و نصف دوباره برگردوندن و همه این جریانات، همین داستاناشو میدونی که هیچ علاقه‌مند نبودی که اطلاعات بده. چرا؟ فکر می‌کنین چرا؟ برای اینکه اعتماد نداشتی، برای اینکه نه اصلا مسئله اصلا این نیستش. مسئله اینه که شما اولین آدمی نیستین که من باش طرف هستم. که من 3 تا اسم منو با 3 تا اسم سازمانی میشناختم. کی اسم منو میدونست؟ کی آدرس خونه منو میدونست؟ کی قرار بود اینا رو بدونه؟ مگه اون موقع؟ نه خیر، به خاطر این نبود که کس خوردن. شما اشتباهتون اینجاست. مسائل خیلی فراتر از این است. مسائل اجتماعی هست، مسائل نمیدونم. نه این نبود. این بچه‌هایی که بودن اونا اگه حتی ارتش خلق نمیدونم چی هم هیچ از مثل اینکه مثلا تسجیل میکنین شما مثل باهایی‌ها باید بیایی مثلا بشینی اونجا با آدرس تو بدی یا نمیدونم، یه مثل کاتولیکا وقتی که اومدی به اصطلاح بپتایز شدی شما واسه اسمتون بره توی لیست یا ماسون ها. نه اینطوری نیستش. این اعتماد داشتی، اعتماد نداشتی؟ اعتماد نداشتم. برای چرا اعتماد نداشتم؟ منم بهش اعتماد ندارم. خب داره. اجازه بدید جمشید حرفاشو بزنه. بفرمایید. اعتماد ندارم، من اطلاعاتو بهش نمیدم. خیلی خوب باشه. اعتماد ندارم جوری باش حرف میزنم که انگار فکر کنه که تمام ماجرا هست و تمام مسئله هست تا خودشو باز بکنه و لخ بکنه و نشون بده به من. آره. بحث اینجور که نمیدونم ما سیستم راندخاری به وجود بدیم، همه این بچه‌ها میدونن که در شی از طریق این تا حالا به دست نیامده. فعالیت‌های انجام شده، ما دنبال بودجه هستیم، بودیم و خواست اینم که فعالیت‌های انجام بدیم داریم. مرتد گفت چیه بده حتی 1 سنت هم به دست نیومده، ولی دلیلش ایشون این بود. ببین توی صحنه سیاسی هم از کسی خجالت نمی‌کشی. اجازه بدید هم انجام کاری هم که بخوایم انجام بدیم انجام میدیم، میریم جلو، قیمتش هم هر چقدر باشه پرداخت می‌کنیم. بدنامی انجمن باشه، بدنامی انجمن، بدنامی جمشید باشه، بدنامی جمشید. از این چیزا وحشت نداریم، لازم هم نیست مسائل رو یعنی که کک کسی نمیگزه. سر مسئله شما من از اولش اعتماد نداشتم، بعدا هم رفته مشخص شد که مشکل شما اصلا اون نیست. با مطرح کردن نمیدونم بحث‌های ساختارشناسی و اصرار این که بچه‌ها رو به من معرفی کن، من اونا رو ترین بکنم و آموزش بدم، این شک افزایش پیدا کرد، رفت بالا تا جایی که به اون سطح گفتم معرفی کن. شما کجای کاری؟ کی گفته به شما معرفی کنه؟ کسی که قراره بیاد اونجا با یه اسم چلغوز رو خودش بذاره بیاد با من صحبت کنه، فقط بنابر اساس این که شما معرفیش کردین من اون رو معرفی کردی به من این رو از شما خواستم. نگفتم که بیاید بگی مثلا فلانی همونطور که شما از من خواسته اسمت چیه، اسم پدرت چیه. من نمیخواستم اینا رو. که من اصلا سازمان هایی که باشون کار کردم اصلا دیگه همچین روالی نبود. این بامبول ها رو شما و ماسماتوس اینا در آوردین، باید اسم و آدرس و نمیدونم اسم پدر بزرگت اینا رو در بیاری. ما اینجوری نبودیم. ما اجازه بدین آقای آتش، من از شما من از شما نخواستم اسم کسی رو به من بدید. من گفتم افرادی رو معرفی کنید آموزش داده بشن، معرفی کنید، نه اینکه بیاید اسم و آدرسشون رو به من بدید. من هیچی از شما نخواستم یا رده سازمانیشو به من بدید. من گفتم کسی رو که فکر میکنید استعداد داره باش کار کنیم. داستان این بود و همش هم همین بود و بعد از این هم برای من همین خواهد بود. فکر نمی‌کنید مثلا اینطوریه که هر کسی میاد به من میگه که آقا مثلا آقا بیاید شروع کنیم، من میگم که آقا بیاید شروع کنیم. نه خیر، من به هر کسی با من صحبت کرده گفتم آقا برای تشکیل انجمن پادشاهی ما کسی رو نمیخوایم که بیاد اونجا تو رادیو. آقای آتش به من گفتن هر کی رادیو رو بزنه برده. من با آقای آتش گفتم نه خیر، مهم نیست که رادیو داشته باشی، رادیو خیلی داریم، مهم اون کسیه که پشت رادیو میشینه حرف میزنه. اگه بیاد اونجا شروور بگه نمیشه. من بهشون گفتم، به آقای مرتضی هم گفتن آقا ما این خط رو داشتیم 4 سال داریم، حتی یک قرون هم از توش در نیومد، همون حرفی که شما زدین برای اینکه بچه‌ها بیارزه بودن. من بهشون گفتم نه خیر، بچه‌ها بیارزه نبودن. وقتی همچین خطی داده میشه خیلی فکر میکنن که این کار گنگستریه، نمیرن دنبالش، نه بخاطر اینکه بیارزن، برای خط درست نیست، خط فاسده. شما برید بانک بزنید. آقا ببین بچه‌ها میرفتن بانک میزدن. خط روزبهان خراسانی، این خط بابک خرمدینه، این
خط همون محمد سلمان فارسی. این خط تمام مبارزین جدی در دنیا هست. یاد ناراحت اون نباش. اگرم خواستی از این به بعد برو بگو جمشید اینو گفته، یا همین صدا رو ضبط بکن، برو همه جای دنیا پخش کن، ببین طرفدارای ما بیشتر میشن یا نمیشن. طرفدارای ما بیشتر میشن. حد بده. قبول. ولی اجازه بده صحبت خودمون بکنم. بله اجازه بده صحبت خودمون بکنم. شریانات اما این داستان آقا کسی با ایمیل هم با تو ارتباط داشته باشه یا حتی روی چیز باشه، این برای من یعنی معرفی کردن و تموم شدن رفت به کارش. شما میگی با سازمان های مختلف اینجوری کار میکردی، اون سازمان ها همه مردن، همه شکست خوردن و از بین رفتن. نه خیر، همین کامله. امروز تقاضای اعتصاب از مردم کردستان بکنه میرن، شما برو تقاضای اعتصاب کن ببینم چند نفر میرن. نمردن، 15 نفر اونجا نشستن نیستن. اون 5 نفر که اونجا میبینی فقط اون 5 نفر نیست. اونا هم قربونت برم وقتی کادرشون میارم قرار اون کادر با کسای دیگه در تماس باشه، جیک و پیک و تا 7 دستشو چک میکنن، چشن تا 7 جدش هم میپرسن ازش کی هست کی نیست، کجا رفتی، کجا مدرسه رفتی، کجا سربازی رفتی، کدوم راسته بودی. این حرفایی که شما میزنین بازم خودتون میدونین که بی اساسه. برای این که بچه‌هایی که الان بی اساسیش اینه اجازه بدین. شما گفتین که اگر بچه‌ها به شما ایمیل بزنن یعنی اینکه خودشون معرفی کردن. بچه‌هایی که به من ایمیل میزدن روی چیز بود، به اصطلاح چی میگن tonder.org بود. من مگه میدونستم این کیه، سایه تندر کیه، پیک تندر کیه؟ تا خیلی خوب. ولی به من تماس میگرفتن دیگه، درسته؟ خب همینطوری از روی تندر به تندر تماس میگرفتن. آموزش من میدونم شما چرا مخالف بودین، برای اینکه سلطنت رو از دست میدادی. بچه اگه آموزش میدیدن اون موقع میدیدی که نخیر، داستان به این صورت پیش نخواهد رفت. آره حالا اومدی افشا کردی، حالا اومدی به حسابی روی رش بردی به کاخ. حالا ببین سلطنت من میره یا نمیره. خب دارم میزنم دیگه، میگم حالا رش بردی به کاخ. خب افشا کردی، حالا ببین سلطنتم از بین میره یا نمیره. آره میره، این میره، حالا میبینیم میره. برای اینکه شماها، من مطمئنم، من شما قول میدم ادامه ماسماتوسی اومدی این داستان رو تعریف کنی، بعد یه مدت هم بگی که آقا من انشعاب کردم اینا فاسد هستن، این پدر سوخته است و فلان. من میگم شما فاسد هستین، من میگم این شما فاسد هستین. این یکی، این رو من انکار نمیکنم، ولی من یه چیزی یه قولی به شما میدم. شما که تو این تشکل هستین در آینده خواهید خواست که به انجمن پادشاهی بپیوندید و پذیرفته نخواهد شد به خاطر فساد. آقا من حرفم بزنم بالا. یک در مورد کلا مطالبی که آقای کجدو میگه، انجمن پادشاهی مادر از نظر ما هست. این یک. حالا شما اگه میخواید بگید مرده، زنده، نیست، فلان، اون یه مشکل شماست، مشکل من نیست. انجمن پادشاهی مادر انجمنی که فولادن تشکیل داده هست، سکوت کرده، دلیل بر نبودش، دلیل بر مردنش نیست. حالا اگر شما فکر میکنید یه انجمن پادشاهی دیگه میخواید بزنید به عنوان مادر، چه بهتر، دستتون درد نکنه، بفرمایید هر چه سریعتر این انجمن رو بزنید. ما اسم اون انجمن رو پس میذاریم پدر، وابسته میشیم انجمن پادشاهی پدر. حالا شما مادر رو بزن، یه چیزی بره پسر خاله بزن، دختر، اصلا مهم نیست. هر چه این انجمن رو بیشتر باشه خیلی بهتر، چون که آموزش فرود فولادبند همینه. هر کسی انجمن میتونه بزنه، به قول معروف این گوی میدان بپرین وسط بزنید. در مورد این که شما فرمودید که عتیقه ها رو میفروشن، بله عتیقه باید فروش بره برای جان بچه های انجمن. هیچ عتیقه ای، هیچ جنسی گرانبهاتر از جون بچه های انجمن پادشاهی نیست. آقای مرتضی من اینو نگفتم ها، من اینو نگفتم. وقتی شما جریان عتیقه رو میاریم وسط، یعنی این که فروشش رو میبرین زیر سوال، فروشش رو میبرین زیر سوال. بردیا یه ناخون بردیا به اون عتیقه ها میارزه، یه ناخون گندیده بردیا به اون عتیقه ها میارزه، یه موی گندیده بردیا به 100 تا از اون عتیقه ها میارزه. پس بنابراین این صحبت ها رو میذاریم کنار. در مورد تهیه پول، بله آموزش و دستور خود فولادبند پول تهیه کنید، بدون شک، بدون شک صداش موجوده. ما هم
توهیناتتون بمونه به جاش، تو اینجا جای پاسخش نیست. ولی یاد بگیرید در مورد اشخاصی وقتی میخواید حرف بزنید بدون توهین حرف بزنید. این توهین نبود، شما اونجا لایک زدی. آقای عزیز لایک زدم، خوب کاری کردم. من لایک زدم. یه لحظه شما ناراحت نباشید. آقای آتش من لایک زدم، خوب کاری کردم. شما حق ندارید توهین کنید. حقشو دارید. شما حق دارید به من توهین بکنید. من میگم کسی که روی مسئله امنیتی لایک میزنه هیچی نمیفهمه. شما حق توهین به من دارید. نه ولی شما وقتی که شما مسئله نه به شما وقتی که بله یه لحظه اجازه بده. یه ساعت خورده داری نرف می‌زنی. شما به من توهین کردی. صدات هست نیست؟ شما حق توهین به من داری؟ چی گفتن ببخشید آقا واسه یه لحظه واسه. آقای کریمی حق توهین داری یا نداری؟ حق توهین اگه کسی که به من به پر پای بم میپیچه آره. چرا شما آره حق توهین به خودم میدم، برای اینکه شما میای روی مسئله امنیتی. پس بنابراین وقتی شما به خودتون اجازه میدید به کسی توهین بکنید، پس اجازه بدین دیگران هم به شما توهین کنن. بله توهین بکن، بله توهین کن. اوکی پس به جاش. بمونه به جاش. خیلی خوب. آقای من نظراتم قبلا هم گفتم آقای خانوما، نظراتم قبلا اعلام کردم. همینجا در مورد این صحبتی هم که شد الان حرفمو زدم. منم از نظر صحبتی که الان اینجا شده فرتش تمام. حالا اگر صحبتی کسای دیگه دارن اگه طولانیه من به درود میگم با همه، ولی اگر نه خلاصه است کوتاه و مفیده هستن. آره من یه چه صحبت با شما دارم، چون یه چیزی که نظر آتش میخوام ببینم چیه جریان. اجازه بدید من بگم که ببین مرتضی گرامی، شما هر موقعی احساس کردید تشریف ببرید، نه اینکه بگید من حرف مهم دارید. مهم که همش مهمه برای من، همش واجب اجازه بده من این رو دارم میگم. وگرنه از این که شما اینجا هستید من خوشحالم و از اینکه بمونید خوشحالتر میشم، ولی اگر وقت شما اونجوری هستش که نمیتونید خواهش میکنم راحت باشید. نه فقط ببین آتش من تا آخر آقای آتش خان یه سوالی من دارم شما میکنم. شما الان توی جلسه نشستید که وقتی صحبت از این میشه که تهیه بودجه، شما منظورتون اینه که ما اشتباه کردیم؟ نه من اصلا منظوری ندارم. من دارم نظر خود شما رو من میخوام بدونم. بعداً نظر خودم میگم. آقا جون آتش گرامی بذار این جلسه فقط به احترام شماست نه کسی دیگه ای. میدونم جمشید میخواد ادامه بده، من گو به گوش هستم. برای مسئله رضا پهلوی اون دیگه مطرح نکردیم، اونم مثل جزو مشکلات آقای کجدان بود که ما میریم بال شما دارین میرین، آره دارین چارنل میرین. اگر ضرورت داشته باشه ما بریم زیر بالش، که ما زیر بال هیچ کس تا حالا نرفتیم، حتی خوبش هم اونایی که ممکنه خیلی پول هم داشته باشم نرفتیم تا حالا. اگه لازم باشه زیر بال رضا پهلوی بره و سعادت ایران از اون طریق به دست بیاد میریم، پروتکل هم میکنیم، میشینیم تمام چیزاش رو جوابش هم در نظر میگیریم، اعلام هم میکنیم، شیردلان هم میریم اگه اون منظورتونه. من میدونم که میرید آخرش، برای همینم روزی که با شما خداحافظی کردم گفتم خداحافظ آقا روزیتا. یا همچی چیزی نگفتی اینو بعدا توی دقیقاً گفتم، کاش ضبط میکردیم. هیچ اشکالی نداره. شما برای همین اومدین دیگه. تمام داستان حضور شما به خاطر این بود که ماسماتوس رفت یه نفر دیگه رو باید بفرستیم بیاد اونجا که این جریانات جمع و جور بکنه، یه چیزی هم بذاره گوش، بعدم بره بیرون تعریف بکنه. وگرنه آقا شما با این خط مخالفی، این خط داره میگنده از بین میره، ما میریم بیرون یک فعالیت جدیدی رو آغاز میکنیم، یک مجمع دیگری هستیم، شروع میکنیم اون کار رو انجام بدیم. شما هیچ کار عملی در زندگی انجام نمیدید، در آینده هم انجام نخواهید داد. ما اینکه در تمام این مدت یک دلار هم یک سنت هم به این مجموعه ای که تا الان دست کم تا یه سال دو سال میگی که اعتماد داشتی دیگه، درست؟ ببینید شما دارید الان برنامه‌های گذشته رادیو رو دارید از اونجا حذف میکنید از یوستریم، اونا رو ببینید شما گوش کنید، کی میاد به اونا یه سنت بده که من پول بدم که بری اون حرفا رو بزنی؟ برنامه‌های گذشته یوستریم اونا میاد توی یوتیوب.
به دلیل استریم پولی شده گفته 8 گیگابایت بیشتر بهتون جا نمیدم تا وقت تا نمیدونم 30 روز دیگه وقت داری، اگر از اون بگذره اونا رو دیلیت میکنیم میریم. ما اونا رو سیو کردیم روی هارد دیسک، بیاد جای دیگه. اینا رو نشید داستان واسه خودت درست نکن. برنامه‌های گذشته چیز فکر میکنید چی است؟ برنامه من دکتر اعتمادی نیکته. خیلی خوب. شما بعدن یه دفعه هوایی شدین و آخراش اومدین به جریان. شما قبل از اینکه این حرفا رو در رابطه با رضا پهلوی بزنین 2 هفته قبلش بود به ما میگفتین که این مادر فلان شده رو باید بزنیم. بله. خب چطور شد یه دفعه مثلا پکر شدین؟ زدیم دیگه. مادر قهوه‌ام بازم میزنیم منتها با متانت با ما چی بهش گفتیم؟ بهش گفتیم سید رضا دیبا چه مت غیر متانتی اونجا نبود اصلا. اون مقاله ها آره سید رضا دیبا آره. این البته بذار من بگم برای اینکه آتش بفهمه. ما در بسیاری از جاهای مختلف بچه‌های ما با هواداران رضا پهلوی همکاری میکنن. متوجه شدید اینجا؟ همکاری میکنن. یعنی برعکس چیه؟ اونا با ما همکاری میکنن. اونا همکاری میکنن یا ما همکاری میکنیم؟ هیچ تفاوتی نداره. نه بچه‌های ما پیش قدم هستن در همکاری. یعنی مستقیما میرن طرف کسانی که طرفدار رضا پهلوی هستن و باهاشون همکاری میکنن. میگن آقا تو فردا میخوای اکسیون بذاری برای رضا پهلوی، ما هم باهات میایم کمکت میکنیم. برعکس نیست. اون نمیاد طرف انجمن پادشاهی بگه که بیا جون مادرت رو کمک کن. دقیقاً بابا همین موضوع. بچه‌های ما حالا سخن تو بگی دقیقاً همینجا ما مشکل با بچه‌های ما چه ایران چه در ایران چه در خارج از کشور میرن به صورت اکتیو باشون همکاری میکنن، میرن جلو و پیش میاد خودشونو بیندازن جلو و تمام برنامه‌های آیین ریشه‌ای رو به عنوان وظایف پادشاه مطرح میکنن. اما خوششون میاد. خیلی جا هم فکر میکنن که این آیین پادشاهی یا این جریان این مال رضا دیباست، مال خود رضایی. این حساب من نمیخوام، دوست ندارم در وبسایت خودمون یه نفر بیاد فحاشی بکنه و رضا دیبا رو بگه. رضا دیبا مختص ورود پادوند. رضا دیبا تو الان پشت صحنه داری بهش خوش کار مادر میدی. وقتی یکی بهش میگه سید رضا تو ناراحت میشی؟ بله روی وبسایت نباید باشه. بله. پس بریم اونجایی که استاد همیشه راجع به این صحبت میکرد بریم همه رو حذف نه اونا رو حذف نمیکنه. اونا حرفای استاد سر جاش هم هست. نه حرفای استاد نبود. استاد که از خودش نمیگفت، از تاریخ میگفت. بله مسلمه همه اینا هست. حرف استاد دیگه پس نمیشه گفت ما الان این کارو میکنیم. هر موقعی که استاد اومد گفتش که دیگه به رضا آسای رضا دیبا نمیگید، اون موقع حرفه. اون موقع میگم تمام اهداف انجمن رو استاد اینو عوض کرده. آتش یه لحظه با پوزش اجازه بده. آتش من جملم تموم بشه من الان میدم اینو نمیشه گفت. بفرمایید. رای بدن. شما با این کارتون داری خراب میکنید. یعنی تا آخرین لحظه هم استاد 100% اونو نذاش کنار. منتظر بود من اینا رو میگم شاید اون به غیرت بیاد جواب منو بده. بله بیا جواب بده. پس اگر این حرفا رو زد استاد خیلی حق داشت، ولی ماها حق نداریم دیگه الان تو این موقعیت بگیم. پس حرفش همونه. یعنی بیا جواب بده استاد. حالا ما که چیزی نمیگیم. استاد داره حالا نیستش جواب نده. نه هنوز حرفش. ببین تنش و فیزیک استاد الان برای ما مطرح نیست. اون افکار و پندار و ایده استاده، اونم پروتکل شده توی چیزه، تمامش هست. بله راهو باز گذاشته بود. اجازه بده من حرفم بزنم. یه سوالی داشت که من دارم جوابشو میدم بعد دوباره شروع کن. اونجا استاد گفت یه شرط بده.
تا اون موقع این همینه، برای اینکه داستان داره. تو که خودت شاهدی، همینجوری که نمیگفته، همینجوری از خودش که نمیگفت، داستان 10 ساله داره برمیگرده به همون برنامه 2 ساعتی که این مرد از پشت خنجر خورد. حالا کاری نداریم اینو کاری اصلا نداریم. موقعی اونم راهو نبست، هیچگاه راه رو به هیچ کس نبست. گفت آقای رضا به این ترتیب اگر که هست بیاد. مگه بارها توی خودت بودی؟ کسی نبود که من و تو بودیم، برنامه اینترنتی استاد. بعد در برنامه ما این رو تکرار کرد بارها، بیاد آیین ریشه رو امضا بکنه. رضا پهلوی، نه اون 4 تا سلطنت طلب لاشخوره توی لس آنجلس. خب همین کار جمشید داره میکنه دیگه، داره اینو بهش داره میذاره جلوش. تا اون موقع که رضا بیاد و این کار رو بکنه که استاد این رو میگفت، راهش اینه، بیاد بکنه. ولی تا اون موقع آزادن که خوشخوار مادر که نمیده. احمق توی یک مصاحبهش که تو آلمان بود دقیقاً حرف انجمن رو زد، منتها با خنده با اون خانم ایرانی که باهاش مصاحبه میکرد. حالا بعد از اینکه لاسولوسش زد، حالا اینجوری میگه حالا بعضی هم هستن از نظر نژادی با من خیلی مخالفن. احمق این صدا رو شنیده، اون فکر کرده ما از لحاظ نژادی به اینا رو میگیم. نه، خصوصیاتش اینه، از طرف مادر این همه اینا رو من بهت میگم. خب این اینجوریه که میگه اینجوری از طرف نژادی. نه، آقا 2 تا بچه‌شو اسمشو استاد بارها میگه، 2 تا بچه‌شو گذاشته اسمشو عربی، نمیدونم فلان و فلان و فلان، راه هم داره، هیچ مشکلی هم نیست. 10 سالم فراموش کرد استاد که خنجر رو زد تا 10 که خود سلطنت طلبا جوش آورده بودن. من تو صداهاش هست. حالا میگیم اونا گذشته، بعد میرسیم به اینجا که میگیم الان چیکار بکنیم. الان یه راه داره. اون موقعی که آقای جمشید امضای این آقا رو یا امضای دفترش رو یا یک چیز رسمی مثل همون اعلامیه‌ای که ایشون داد بیرون، همون رسمیت اون رو داشته باشه، بیاد بگه آیین ریشه اینجوریه، قدمشون چشم استاد بکنه. فکر نمی‌کنی اگر بیاد این طرفی، اونم مثل 2 تا خواهر و برادر دیگه‌اش بخواد علنی کاری بکنه، سرش میکنن زیر آب؟ سیاست دنیا رو در نظر داشته باش. نیست بابا، آیین ریشه‌ای که محتاج نیست که اون آیین ریشه‌ای رو امضا بکنه. یا حرفاش اشتراطش داره میزنه. استاد میگه من نمیگم. استاد میگه برو برنامه‌اشو 10 بار بخون. گفت یه راه داره، اونم راهش اینه. حالا تو میخوای یه چیز دیگه بگو. خب خیلی چیزای دیگه میگن. اگر اینجوری حرف رو که خب همه میگن. برو سایت‌های مختلف رو ببین، یکی میگه که استاد مفته، یکی میگه پروین غفاری مصاحبه کردم چه حرفی نزد. حالا کی نظر سیاوش آذری مصاحبه کرد، این حرفو نزد. اینا همه تمام مصاحبه‌هاییه که لحظات آخر برای رفتن به طرف ایران انجام داد. از این حرفا نزد. همیشه در یه سری موارد سکوت میکرد. این همین سیاستی که ما داریم. برنامه‌هاشو من کاری ندارم، وقتی چیزی نگه که ما نفهمیم، هیچکی نفهمه، خب اون چیزی نیست. اون چیزی رو ما داریم مطرحش میکنیم که برم جایی که لازم نبود به خاطر رعایت طرفداران رضا پهلوی لازم نبود حمله به رضا پهلوی بکنه، نمیمد حمله بکنه. خب نکردن دیگه. چیکار کرد؟ اون فکر کرد که یک بار دیگه میتونه به روی اینا حساب بکنه، به خاطر اینا. حساب نکرد. نه حساب نکرد. 24 ساعته که فولادمند نمیشه اونجا بگه که رضا پهلوی بده. نه 24 ساعته هم نه، من گفتم در چندین برنامه مکرر دیگه 24 ساعته بیشتر نباشه برای یک ابله بیاد وقتشو بذاره که درست مواردی که میمد اونجا گهکاری میکرد، خرابکاری میکرد، اونم حملهشو میکرد، تموم شد میرفت کنار، اونم دومشو جمع میکرد میرفت کنار. تاریختون میگون بابا، تاریختون اینجوری هم این هست، تموم شد رفت کاره. تا موقعی که بیاد آیین ریشه رو امضا بکنه یا بره تو تلویزیون بگه من خوندم، بگه من سر جریان اخیر که نمیدونم رفته دادگاه الهه تکونی خورده که بر اونور اومده تو اروپا مصاحبه اینا هم هست که بابا برو چی اومده تو اروپا، برو ببین خجالت میکشید. نوه مریم رجبی میومد تو اروپا 10 تا خبرنگار میرفتن دورش. این پله های بوندستاگ داره میاد بالا، همچین مونده، بدبخت حقیر مونده. بابا یه دونه خبرنگار نمیاد دوره. این آتش گرامی، من یه چیز شما تعریف کنیم که آقا این چقدر بدبخته.
من یک مورد رو این لحظه تقاضا میکنم آتش گرامی، من تقاضا میکنم یک مورد رو بگم. من این رو بگم که ممکنه خارج از کشور یک چنین وضعیتی پیش بیاد، ولی درون کشور شما ته روستا که بری، جاهایی که هنوز صدای پولازنده گرامی به گوششون نرسیده، اسم خب شنوندگان مطالب رو شنیدید. البته فکر نکنید که مسائل که مطرح میکنم مسائل شخصیه، به هیچ وجه. این یک شیوه برخورده که معمولا در تشکل‌های بسته و فاسد با افراد معترض انجام میگیره، به ویژه زمانی که نظرات جدیدی مطرح بشه و ساختار کهن و ریاست‌ها و جایگاه‌ها در معرض دگرگونی واقع بشن. اون چیزی که مانع آموزش‌ها شد در واقع ترس آقای جمشید شارمهد به خاطر از دست دادن جایگاهش بود، به خاطر اینکه وقتی دید سیاسی باز بشه دیگه مسائلی که در این سطح آقای شارمهد مطرح میکنن مثل طلاق مسلحانه یا غارت اموال ملی، البته نه برای تامین هزینه های مبارزه بلکه بعد از اینکه داریم در واقع به لحظات پایانی رژیم میرسیم و بلبشو هست و غارت ها شروع میشه برای اینکه حقوق عقب افتاده افراد خودشونو بتونن بپردازن. به کار بردن کلماتی از قبیل شیکوپیک و اتو کرده یا نفوذی و امثالهم زمانی مطرح میشن که حرفی برای گفتن نیست، پاسخی برای دادن نیست و مسائلی که من مطرح کردم بعد از ماجرای جدا شدن نبوده. این مسائل در طی یک سال و نیم مطرح میشده و همیشه به سنگ میخورده که نتیجهش جدا شدن بود. اینجا سخنی هم با یاران انجمن پادشاهی ایران، اونهایی که به تندر وصل شدن، بر اساس سخنان آقای شارمهد که شنیدید، ایشون هیچ گونه اطلاعاتی رو به من ندادن، همیشه نسبت به من مشکوک بودن و به نام ادامه ماسماتوس از من یاد میکنن. بنابراین اگر بعد از این کسی در رابطه با تشکل تندر دستگیر بشه و به شکلی از اشکال لو رفته باشه، من مسئولیت این امر رو به عهده 3 نفر میدونم: 1 آقای شارمهد، 2 مرتد و 3 آقایی که با 2 آیدی سایه تندر و پیک تندر در واقع در اینترنت ظاهر میشه. این 3 شخص هستن که میتونن کسی رو لو بدن یا کسی اسرار کسی رو حفظ بکنن. در اینجا بایستی به یک مسئله اشاره بکنم که تاریخچه تندر مربوط میشه. زمانی که من میخواستم به پیوندم، جریانی بود به اسم تکاوران تندر، یک وبسایتی بود و من فکر میکردم که مال تشکل تندر هستش، مال انجمن پادشاهی هست. با اون ارتباط گرفتم، با tonder.org هم ارتباط گرفتم که بعداً آقای شارمهد گفتن که قطع کن از جریان تکاوران تندر و بعدش هم که زنده یاد آرش رحمانی پور توسط ماسماتوس یا مهران صاحب سایت تکاوران تندر به سپاه تحویل شده بودن. این ماجرای دیگه ای داره که من بعدها شنیدم. آدرس ایمیل ایشون به از طرف جمشید شارمهد به ماسماتوس داده میشه و هر دوتای اینها از یک سیاست پیروی میکردن که این سیاست کاملا سیاست غلطی هست و در این بحث هایی که شد متوجه شدید. در هیچ یک از سازمان های انقلابی از اسم افراد، آدرس افراد، اسم پدر مادر افراد گرفته نمیشه، اما آقای شارمهد این کار رو میکنه. این هیچ چیز رو تضمین نمیکنه به غیر از اینکه یک بانک اطلاعاتی اونجا باشه که رژیم به شکلی از اشکال به اون بانک اطلاعاتی دسترسی پیدا کنه و افراد رو تحت پیگرد قرار بده و دستگیر کنه. مهم نیست که اسم شما حسن یا کوروش یا محمده، مهم اینه که شما یک مبارزی. برای اینکه ثابت بشه شما مبارز هستین راههای زیادی هست، لزومی نداره که اسم و آدرس از شما بگیرن. بنابراین اگر کسی بعد از این از شما خواست که اسم و آدرس بهش بدین، مطمئن باشین که این جریان فاسدیه یا اینکه از نظر تشکیلاتی با مسائل امنیتی آشنایی نداره. آرش رحمانی پور ازش چند تا کار خواسته شده بود: تهیه مواد منفجره و فیلمبرداری در حین تهیه مواد منفجره و فرستادن اون به ماسپاتوس و آقای شارمهد که البته همیشه این کار رو میکنه. بعداً تعداد افرادی که توسط ماسپاتوس لو رفتن، چون فیلم ها رو آرش رحمانی پور گرفته بوده، اونها تو پروندهش هم میره و ایشون رو اعدام میکنن. بنابراین این سیاستی که سیاست امنیتی که آقای شارمهد از خودش درآورده و هیچ ربطی به هیچ یک از سازمان های انقلابی نداره، این سیاست باعث شد که آرش رحمانی پور از میان ما بره. یعنی دادن آدرس، یعنی کاری بکن فیلمشو بفرست و
از این قبیل کارها و به نام خود شما اونجا ثبت میکنن احتمالاً و به همین طریق هم بوده که اون فیلم ها لو رفته. به هر حال اینها مسائلی هستش که شما بایستی رعایت بکنید. به هیچ وجه من الوجوه هیچ آدرسی، هیچ در واقع رابطه‌ای که به شما ختم بشه، چه به شارمه چه به هر کس دیگری که از شما بخواد ندید، برای اینکه هیچ لزومی از نظر امنیتی نداره. مسئله بعدی که در اینجا مطرح شد مسئله سید رضا دیباست که من قبلا گفتم به ایشون تو بحث‌های قبلی هم بوده که شما 4 نعل دارین به طرف سید رضا دیبا میرین و ایشون در قسمت آخر این رو توضیح دادن که بله دارن میرن، البته زیر نام این که ما میخوایم بریم اونا رو آگاه کنیم، هواداران رضا پهلوی. آیین ریشه‌ای چیزی نیستش که یک فرد جدی در رابطه با مسائل سیاسی نره 2 ساعت وقت بذاره اونو بخونه. کسی که این 2 ساعت رو وقت نذاره و آیین ریشه‌ای رو نخونه، اون در حد یک احمق سیاسی میمونه. فرق نمیکنه چپی باشه، راستی باشه، هر کی باشه. برای اینکه وظیفه یک فرد سیاسی هستش که مسائل جدی رو که در دور برش هستن پیگیر باشه. آیین ریشه‌ای یکی از مسائل جدی هست و مطمئن هستم که بسیار جدی‌تر از آیین ریشه‌ای ننگین مشروطه باشه. آیین ریشه‌ای اسلامی است. بنابراین من این حرف رو از آقای جمشید شارمه به هیچ وجه نمیپذیرم که ایشون میخوان برن اونجا تبلیغ بکنن و فلان، بعد نیروهای اونها رو به طرف انجمن پادشاهی جلب بکنن. نه خیر، اصلا این حرفا نیست. شما در آینده خواهید دید که روابط پنهانی در این بین هست. ولی این رو به شما بگم، رضا پهلوی هیچ وقت رابطه بیرونی نداره، حتی با هوادارهای خودش هم رابطه برقرار نمیکنه. آقای شارمه دنبال نخود سیاه داره میره. رضا پهلوی رابطه بیرونیش به این شکل هست: چند نفر حقوقدان دور برش هستن، چند نفر کارچک‌کن دور برش هستن، چند نفر مشاور داره. اینها میشینن برنامه میریزن، خطوط رو تعیین میکنن، به ایشون ابلاغ میشه، بعد میگم شما باید این کارو بکنید، فلانجا قرار گذاشتیم برید مثلا با الهه بغرات مصاحبه کنید، فلانجا باید با BBC مصاحبه میکنید یا با هر کس دیگه، فلانجا برات جایی گرفتیم باید بری اونجا سخنرانی بکنی. و در واقع ایشون به شکل ملوکانه برخورد میکنه و هیچ وقت نخواهد اومد و آقای شارمهد هم دستی نخواهد داد و آقای شارمهد داره آب در هاون میکوبه. ایشون اگه به اصطلاح بچهای انجمن رو چه در داخل میهن چه در برون میهن بفرستن دنبال این کارها، کار نخود سیاهی هیچ ارزشی نداره. ارزش‌های مبارزاتی یک سازمان در این گونه کارهای سخیف نیست. اما در رابطه با سیاست کلی انجمن پادشاهی ایران که توسط استاد فرود فولادوند بنیانگذاری شده و 10 تن دیگر و استاد فرود فولادوند به عنوان سخنگوی انجمن پادشاهی ایران جمله بسیار مشخصی رو در رابطه با سید رضا دیبا مطرح کردن. گفتن یک توف گنده میندازن به صورتش. این توف هنوز خوش نشد و هرگز خوش نخواهد شد، برای اینکه سید رضا دیبا هیچ وقت از اون فسادی که توش هست بیرون نخواهد. ایشون همچنان شارلاتان بوده، همچنان شارلاتان خواهد ماند. برای ایشان سیاست یک بیزنسه مثل بیزنس دیگه‌اش که صدها میلیون دلار پولش این ور اون ور میچرخونه و حسابدار داره و خرید و فروش میکنه، نمیدونم ساختمون سازی میکنه، هر غلط دیگه‌ای که میکنه. اینجا میخواد سرمایه‌گذاری کنه، الکی بیاد 2 تا سخنرانی بکنه این ور اون ور چرخه مثل خاتمی، بعد توی اسکرین باشه، شاید خدا رو چی دیدی، فردا مردم بهش رأی دادن. بعد در میان این گفتار شما مسئله دیگه ای رو شنیدید که آقای شارمهد اشاره کردن که اونها نیستن که میان طرف ما هستیم که میریم طرف اونا. بنابراین درست 2 هفته قبل از اینکه به اصطلاح این مقاله های من اونجا منتشر بشه و بعد از اینکه منتشر شد از ایشون پرسیدم که نظرتون چیه. بعد ایشون آشفته شدن، گفتم خیلی خب من برمی‌دارم و اینا رو برداشتم من از اونجا. بعد به هر حال میخوام خدمتتون عرض کنم که این سیاست آقای شارمه سیاست 4 نعل به طرف سلطنت طلباست و اون روز که من به ایشون گفتم آقا روزیتا، واقعیت این بود که ایشون آقا روزیتا هستن ولی هنوز اعلام نکردن و کارشون آشپزی در واقع نسبتا طولانی مدته که ذهنهای افراد رو آماده بکنن که بار بندیلشون رو مثل روزیتا منطقی ببندن و برن طرف سید رضا دیبا، البته اگر باد از اون طرف بیاد. و این رو فکر میکنم این سیاست آقای شارمهد وابستگی شدیدی داره به این که چقدر به سید رضا دیبا رو بدن یا رو ندن. اگه رو ندن ببینه که اون طرف بادی به طرف جیب ایشون نمیوزه نخواهند رفت و اگر ببینن که اون طرف که خبرای بوی کباب میاد ایشون خواهند رفت و به نام بهروزی ایران. بهروزی ایران با سلطنت نخواهد، بهروزی ایران با پادشاهیه و هر هوادار انجمن پادشاهی که نفهمه میان سلطنت مشروطه و پادشاهی
چه فرقی هست، اون اساساً نمیتونه هوادار انجمن پادشاهی باشه. استاد یک مسئله رو در رابطه با سید رضا دیبا مطرح کردن. ایشون گفتن سید رضا دیبا باید برای بخشوده شدن آیین ریشه‌ای رو امضا بکنه. امضا کردن آیین ریشه‌ای یعنی دست شستن از سلطنت و باورمندی به پادشاهی. پادشاه یعنی پدافند مردم، سلطنت مشروطه یا سلطان مشروطه یعنی دیکتاتور بی پشم و پیل و اسلام پناه که ایشون هستن. بنابراین آقای شارمحض زیاد جا برای شارلاتان بازی و بند بازی اینجا ندارن. مسئله بسیار واضح هست، بسیار روشن هست. هرچند ایشان اگر بخواهند واقعا کار انقلابی بکنن شاید ما هم براش یه سوت و کفی بزنیم، ولی اینکه ما با اونها ادغام بشیم یا اینکه در کنار اونها باشیم این به هیچ وجه انجام نخواهد شد، برای اینکه اهداف اونها با اهداف ما فرق میکنه و اون چیزی که دو تا جریان رو اساسا به هم میتونه نزدیک بکنه فقط اهداف و برنامه هاشونه و بعد از اون اشکال مبارزاتی که طراحی میکنن استراتژی مبارزاتی شونه. در مرحله اول مهم اهدافشونه. اهداف سلطنت طلبا با اهداف انجمن پادشاهی زمین تا آسمون فرق. بنابراین ما هیچگاه در کنار سید رضا دیبا قرار نخواهیم گرفت مگر اینکه آیین ریشه‌ای رو امضا بکنن. در اینجا سخنم رو به پایان میبرم. پاینده ایران برقرار باد آیین ریشه‌ای، پاینده ایران برقرار باد آیین ریشه‌ای، کوبنده جنبش تندر. بدرود.